به نام خداوند بخشنده مهربان. نور خالق یکتا که یک سوخت روغنی و دائمی است که همیشه در زمین و جهان و موجودات آن وجود دارد و به محض بارش باران همه عناصر درون خاک زنده می شوند. زیرا در این زمان دو عنصر آب و نور خالق یکتا با هم آمیخته گردیده‌اند. خداوند دانه را آفرید و آن را آموخته است که چه از آن نمو کند و به محض دریافت فاکتور رطوبت جنبش اولیه در هسته آن آغاز می‌گردد. این امر دانه را برای جذب انرژی بیشتر و حرکت مداوم مستعد می‌نماید. در نهایت برای خروج از خاک نیازمند به سوخت فوق‌العاده‌ای می‌گردد و پس از دریافت آن گرد این جوانه منبعی سرشار از انرژی است که حتی می‌توان از آن برق تولید نمود. پس اگر اقدام به کشت نشود آنچه از برداشت و فواید آن برای ما آماده گردیده است را دریافت نخواهیم نمود. هرچه اقدام پی در پی باشد مسلماً دریافت همیشگی و غنی‌تر خواهد بود. وقتی هسته یا دانه آماده و بارور گردید، هنگام جوانه زدن عاملی که باعث تغییر در حالت ظاهری و درون هسته می شود، همین نیروی منسجم و متمرکز و پیوسته است که دانه را هدایت می کند تا بتواند امر ذاتی خود را به نمایش بگذارد. پس به این دلیل است که همیشه جوانه هر بذری دارای ویتامین‌ها و منابع غذایی بیشتری هستند و یا هنگام تولد نوزاد شیر ماک در سینه مادر که بسیار غنی است تحت تأثیر این نیروی عظیم وارده و جذب شده هنگام تولد نوزاد می باشد. سوره شعرا آیه 132. از آن کس که شما را به آنچه می دانید مدد کرد پروا دارید. سوره نمل آیه 60. یا آن کس که آسمان‌ها و زمین را خلق کرد و برای شما آبی از آسمان فرود آورد. پس به وسیله آن باغ‌های بهجت‌انگیز برویانیدیم. کار شما نبود که درختانش را برویانید. آیا معبودی با خداست بلکه آنان قومی منحرفند. سوره یاسین آیه 33. و زمین مرده برهانی است برای ایشان که آن را زنده گردانیدیم و دانه از آن برآوردیم که از آن می‌خورند. سوره یاسین آیه 35. تا از میوه آن که با دستهای خود به عمل می‌آورند بخورند. آیا باز سپاس نمی‌گزارند؟ سوره فصلت آیه 53. زودا که آیات خود را در بیرون و درونشان به ایشان بنمایانیم تا آنکه بر آنان آشکار شود که آن حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه است؟ ما همه انسان‌ها در انرژی و روح با هم در ارتباط هستیم و بر روی یکدیگر تأثیر می‌گذاریم، چه به صورت ظاهری و مادی و یا در امر درونی. به هر چه فکر کنیم امواج فکری ما به سرعت در فضای نور حرکت می‌کند و زمانی به نتیجه می‌رسد که حس قلبی پشت آن باشد. در این زمان با امواج فکری دیگران از طریق میدان مغناطیسی اطراف خود در تماس می‌شویم و اینکه می‌گوییم تلپاتی انجام شده به این معناست که این امواج شناسنامه فکری آن شخص را دارا می‌باشد، یعنی مثل تلفن که به خود نفر مربوطه زنگ می‌خورد. زیرا ارتعاش امواج نوری در مغز من از طریق بعد درون به کسی یا چیزی که من به آن فکر می‌کنم معنیدار می‌شود. البته در مدیتیشن ما به هیچ چیز و هیچ کس فکر نمی کنیم. این دقیقاً حالتی است که می توانیم در کمال آرامش تمرکز را انجام دهیم و این خرسندی ما در آن زمان به دلیل رنگ‌های درون نور و امواج دلخواه است که فراخوانی شده و ما را احاطه کرده که پس از آن در پایان حس دلنشین حاصل می گردد و فکر ما آرام گشته و صبور می شود. یعنی زمانی را سپری نمودیم که درگیر امواج افکار خود و دیگران نبوده ایم. روزانه هزاران فکر از شاخه‌ای به شاخه دیگر در حرکتند و این به دلیل برخورد و درگیری امواج فکری انسان‌ها با یکدیگر است که مدام به هم متصل می‌شوند و این به دلیل عدم کنترل ذهن و افکار می‌باشد. وقتی کلمه و یا جملاتی را در کامپیوتر تایپ می‌کنیم بدین معناست که می‌خواهیم آن را بدانیم. این دانسته‌ها مطالبی هستند که از پیش در آن برنامه‌ریزی شده‌اند. همیشه اقدام به تایپ در کامپیوتر در جهت طلب بود و آنچه را بنویسی دریافت می‌کنی. اقدام یک خواستن است. اگر کامپیوتر را مثال زدم برای کامل کردن و توضیح منظور خیش می باشد، زیرا ساخت آن الگوبرداری از ساختار خود بشر بوده است. پس با کلام زیبا و صحیح و مثبت سؤال و مطلب خود را عنوان نماییم. برای مثال اگر نفی کلامی گفته شود نفی وجود ندارد و فقط واژه ادا شده دریافت می شود. نمیخواهم بی پول باشم. پس بی پولی درخواست شد. در مواقعی که با دیگران صحبت می کنیم و یا در شرایطی هستیم که گفتار و لحن سخن دیگران خصمانه و پرخاشگرانه است
و یا به گونه‌ای که در صدد برهم زدن انرژی و سطح تحمل ما هستند، در این زمان باید کاملا صبوری به خرج داد و آگاه باشیم که کلام و گفته‌های آنها از بیخبری و ناآگاهی از قوانین حاکم بر جهان است. پس ما شکیبا باشیم و بر سخن و افکار نیکو بمانیم، زیرا افکار و نیت و گفتار ما پاک است و در صحنه نور حقیقت آن پدیدار گشته و گفتار و افکار بد آنها نیز در صحنه نور پدیدار می شود. نور شاهد است و قانون حق پابرجا. سوره آل عمران آیه 120. اگر به شما خوشی رسد آنان را بدحال می کند و اگر به شما گزندی رسد بدان شاد شوند و اگر صبر کنید و پرهیزکاری نمایید نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی رساند. یقینا خداوند به آنچه می کنند احاطه دارد. صبور نبودن و عدم مقاومت در زندگی انسان را پریشان خاطر می کند. هنگامی که از قوانین وضع شده در جهان باور آگاهانه داشته باشیم و بدانیم آنها تغییر ناپذیرند و توکل ما قاطعانه بر این قدرت که پشت این قوانین حاکم است، ما را شکیبا و در تمام مشکلات و مسائل زندگی محکم و ثابت قدم می دارد و زمانی که بیتابی برای از دست دادن چیزی و یا رخ دادن حادثه‌ای می نماییم، این بیتابی در درجه اول غم و اندوه و افسردگی را دوچندان می نماید و باعث از دست دادن پی در پی در موارد دیگر می شود، زیرا هرچه را با هر حسی که بفرستیم در جهت طلب و درخواست همان چیز و یا شبیه به آن اقدام نمودیم. سوره آل عمران آیه 153. یاد دار هنگامی که در حال گریز بالا می رفتید و به هیچ کس توجه نمی کردید و پیامبر شما را از پشت سرتان فرا می خواند. پس به سزای بی‌ثباتی غمی بر غمتان افزود تا سرانجام بر آنچه از کف داده اید و برای آنچه به شما رسیده است اندوهگین نشوید و خداوند از آنچه می کنید آگاه است. انسان‌ها به مانند زنجیری به هم متصلند و کاملا در فضای خارج از موانع جسمانی یکدیگر را درک می‌کنند و همان گونه که در پیش به آن اشاره نمودیم در همه جنبه‌های روحی با هم مرتبطند. بدین صورت که وقتی ما برای غیر خودمان دعا می‌کنیم و یا آرزوی نیکی برای آنان داریم، در اصل آن دعا و آرزو و کلمه نیک را برای خود نیز طلب و دعوت کرده ایم و عکس آن نیز صادق است، با این ضرر که وقتی برای دیگری آرزوی بدخواهی داشته باشیم در اصل آن را برای خود آرزو کرده و به زندگی خود راه نموده ایم. سوره آل عمران آیه 69. گروهی از اهل کتاب انتظار و آرزوی آن دارند که شما را گمراه کنند و جز آن که خود را گمراه کنند به آرزویی نخواهند رسید و این را نمی‌فهمند. علم و قدرت و نور خداوند جهان را اداره کرده و برپا می‌دارد تا همه موجودات و نباتات و حیوانات و انسان‌ها بر ذات فطری خیش حرکت نمایند. برای مثال بچه لاک‌پشت به محض خارج شدن از تخم راه آب را پیش می‌گیرد. لاک‌پشت می‌داند کجا باید تخم بگذارد و همچنین پرندگان ساختن و طریقه لانه‌سازی و پرورش و روش آموزش به جوجه خود را به طور فطری می‌دانند و یا زنبور عسل بالفطره نظام زندگی خود را می‌داند. دانه گندم وقتی در منابع طبیعی چون خاک قرار گرفت می‌داند چگونه از این منابع استفاده کرد و به چه گیاهی تبدیل شود. اما همه این دانسته‌ها باید با یک نیرو به فعل درآیند و این همان نیرویی است که تمام لایه‌ها و اتم‌های جهان را فرا گرفته و هیچ شکل هندسی نداشته و با چیزی متحرک و روشن نمی‌گردد، بلکه خود روشن کننده و عامل و سوخت حرکتی تمام جهان و همه موجودات عالم که بر فطرت ذاتی خیش آفریده شده‌اند میباشد و از این طریق به بقا و به تکرار آن ادامه می‌دهند. و این در مورد همه سیارات و ستارگان نیز صادق است. اکنون سوال پیش می آید که کره زمین و دیگر کرات و سیارات بر قدرت دافع و جاذبه در حرکتند. بله درست است، اما قدرت دافع و جاذبه یک نظام ذاتی است که به این طریق آفریده شده‌اند. اما آنچه که این نظم و نظام ذاتی را به فعل و حرکت دائمی نگاه می دارد همین نور و سوخت است که ذکر نمودیم و کلمات نیز از این قانون جدا نمی باشند. زیرا واژه‌ها معانی فطری خیش را می‌دانند. اینکه به چه گویشی سخن بگوییم تغییری در معنا رخ نخواهد داد، زیرا کلمه‌ای به حرکت در آمده از فکر و صدای ما بر ذات فطری معنی خود استوار است که نور آن را فعلیت می‌بخشد و قطعاً نتیجه معانی نیز حاصل می‌گردد و بعد فراخوان آنچه از امواج فرستادیم که قابل ملاحظه در سطح نور است را در حکم طلب و درخواست گرفته و با فراخوانی و جذب کانال مورد نظر امواج آن را در وسعت وسیع‌تری به سوی ما گسیل می‌دارد و ما آن را جذب می‌کنیم. سوره نور آیه 41. آیا ندیدی تمام آنان که در آسمان‌ها و زمینند برای خدا تسبیح می‌کنند
و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گستردند هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را می‌دانند و خداوند به آنچه انجام می‌دهند داناست. تمام هستی دارای سبک حرکت و نظام آفرینش خود را دارا می‌باشند و از آن پیروی می‌کنند. حتی اگر ما منبع و مأخذ آن را باور داشته و یا نداشته باشیم، تمام کائنات همچنان از آن منبع استفاده کرده و بر طبق آفرینش ازلی خویش به طور ذاتی و طبیعی در صحنه نور ادامه حیات می‌دهند. و این را نیز باید بدانیم اگر هر فکر و کلمه و هر عملی انجام پذیرد، امواج فکری و کلامی آنها در طول همان موج قبل از رها شدن ثبت می‌گردد و سپس امواج آن در منطقه همشکل از نوع فکر و کلام و عمل قرار می‌گیرد و از درون قابل رؤیت و دسترسی می‌باشد و نوری که در تمام جهان به عنوان منبع اصلی انرژی گسترده است، خود موجبات کنترل در تمام این امواج قبل از رها شدن در فضا را دارا می‌باشد و آن به عنوان شناسنامه فکری و صوتی و عملی هر شخصی ثبت می‌گردد. سوره ذاریات آیه 7: سوگند به آسمان که در آنها راه‌های بسیار است. سوره ذاریات آیه 8: که شما در سخن گوناگونید. سوره ذاریات آیه 23: پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که واقعاً او حق است، همان گونه که خود شما سخن می‌گویید. سوره قاف آیه 17: آنگاه که دو دریافت کننده از راست و چپ مراقب نشستند. سوره قاف آیه 18: هیچ سخنی را به لفظ در نمی آورند مگر اینکه مراقبی نزد او. سوره آل عمران آیه 83: آیا جز دین خدا را می جویند با آنکه هر که در آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوی او بازگردانیده می شوید. و امروزه به آن DNA می گویند. DNA یکی از مولکول‌های اسید نوکلئیک بوده و حاوی اطلاعات در سلول است. مولکول DNA در هسته هر یک از سلول‌های انسان یافت می‌شود. اطلاعات موجود در DNA به طور کلی دو عمل اصلی را صورت می‌دهند. یک، این اطلاعات باعث هدایت سلول به همراه مولکول RNA در روند ساخت پروتئین‌های جدیدی می‌شوند که در تعیین صفات بیولوژیکی ما نقش دارند. دو، اطلاعات موجود در DNA از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌شوند. سوره یاسین آیه 12: آری ماییم که مردگان را زنده می‌کنیم و آنچه را از پیش فرستادند با آثارشان درج می‌کنیم و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ایم. ما اکنون آموخته‌ایم همه موجودات و انسان‌هایی که تحت پوشش سیستم و طریقه آفرینشی که از قانون ثابت خالق یکتا پیروی می‌کنند و همچنین حفاظت از آن و هر آنچه که در محور عظیم آن می‌گردد بسیار پیچیده‌تر از آن است که ما در جهان کائنات با چشم مادی رؤیت می‌کنیم. سوره اسراء آیه 85: و تو را از حقیقت روح می‌پرسند، جواب ده که روح به فرمان خداست و آنچه از علم به شما داده‌اند بسیار اندک است. سوره بقره آیه 115: شرق و غرب هر دو ملک خداست، پس به هر طرف روی کنید به سوی خدا روی آورده اید. خدا به همه جا محیط و به همه چیز داناست. سوره نور آیه 35: خدا نور آسمان ها و زمین است. مثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغ یا آن چراغ در شیشه است که آن شیشه گویی اختری درخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی و نه غربی افروخته می شود. نزدیک است که روغنش هرچند بدان آتشی نرسیده باشد روشنی بخشد. نور بر روی نور است. خداوند هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می کند و این مثلها را خدا برای مردم می زند و خدا به هر چیزی داناست. در امور زندگی چه در وطن خویش و یا در هر کشوری که باشیم باید از قوانین جاری آن کشور تبعیت نمود و تا مادامی که با رعایت آن قوانین همراه باشیم متعاقباً در امنیت و آرامش به سر میبریم، اما به محض نقض آن دچار درگیری حقوقی شده و جریمه خواهیم شد. با این همه کنترل از قبیل دوربین‌ها در اماکن و یا کشف اثر انگشت و یا DNA همچنان تخلف صورت می‌پذیرد و گاه قانون از پیگیری آن عاجز می‌ماند. حال چگونه می‌توانیم فکر کنیم که این جهان بی قانون و بی صاحب اموراتش طبیعی می‌گذرد؟ آیا در گذشته کسی حدسش را می‌زد که بتوان از اثر انگشت و یا DNA پی به حقایق بیشماری برد؟ اگر قبل از این کشفیات طرحی در این مورد ارائه می‌شد، مطمئناً یا آن را باور نمی‌کردند و یا جدی نمی‌گرفتند، در حالی که قبول و یا رد آن تغییری در واقعیت ایجاد ننمود.
همانطور که هر شخصی اثر انگشت ثابت و گروه خونی و طبع خاص خود را دارا می باشد، استعداد او نیز منحصر به فرد بود و ذاتاً نسبت به آن امر توانایی و نبوغ بیشتری دارد. ما می‌دانیم ساخت جهان دارای ارگان و سیستم‌های متفاوت است و نیاز به انسان‌هایی با انگیزه‌ها و استعدادهای متفاوت دارد و همه می‌توانند از هر علومی بهره بگیرند و در آن تلاش کرد و بیاموزند. اما در یک امر خود را توانا می‌یابد و در سطح بالاتری از کارایی و فهم عمیق‌تر در آن مورد خاص می‌باشد. این امر یعنی توانایی و استعداد بالفطره که در آن سرعت و نبوغ وجود دارد. پس دست به دست یکدیگر داده و از داشته‌های شاخص خود بهره بگیریم و صادقانه به پیشبرد و گشایش علم جهان تلاش نماییم. طبعا تمام نعمت‌ها و ثروت‌های آن نیز از راه درست نصیبمان خواهد شد و این اثر این ماندگار است. آیا تا به حال فکر کرده ایم که به چه علت زمین و انسان و جهان و تمام کائنات خلق شده اند؟ 100% به این معنا نیست که بیاییم گیج و گنگ از نعمات اسرار و قوانین آن بهره‌مند شویم بدون آنکه متوجه باشیم که این قدرت استفاده از تمام این امکانات را از کجا آورده ایم و کوچکترین تلاشی برای یافتن منبع این قدرت ننماییم. چه ایمان به منبع قدرت و خالق آن داشته باشیم یا خیر، اجازه استفاده از این منابع قدرت را خدا خود به ما اهدا نموده است و زمانی که علم استفاده از راه‌های کسب خوشبختی را یافتیم، این سعادت ابدی است. سوره رعد آیه 4: در زمین قطعاتی مجاور متصل است، زمینی برای تاکستان و باغ انگور قابل است و یک جا برای زراعت غلات و زمینی برای نخلستان، آن هم نخل‌های گوناگون که همه با یک آب مشروب می شود، ولی ما بعضی را در نوع میوه بر بعضی برتری می دهیم و این امور عاقلانه را ادله واضحی است. سوره حج آیه 46: آیا در روی زمین به سیر و تماشا نرفتند تا دلهاشان بینش و هوش یابد و گوششان به حقیقت شنوا گردد که چشمهای سر گرچه کور نیست لیکن چشم باطن و دیده دلها کور است. اگر امروزه به هر تکنولوژی دست یافته ایم، استارت آن توسط بشر در گذشته بوده است. برای مثال، هواپیما و جت و موشک و غیره در گذشته در سطح ابتدایی آن توسط برادران رایت کشف شد و تمام ابزاری که آن دو برادر برای پرواز استفاده نمودند در طبیعت مهیا بوده است و افکار پیوسته و اقدامات پی در پی آنان را به دانش برتر متصل نمود و باعث یافتن فکر درست در ساخت اولیه آنها شد. سپس انسان‌ها با استفاده از نتیجه افکار برادران رایت که ستونی از رشته فکری و اثری جاودانه برای دیگر انسان‌ها شد که امروزه از علم و فناوری پرواز برخورداریم. و این در مورد همه علوم و تکنولوژی که اکنون دارا می‌باشیم صدق می‌کند. و این کشفیات امروز بسیار ناچیز از آینده است و اگر به این چیزها مغرور شویم و آنها را برای خود بتی سازیم، این غرور ما را غافل از به یادآوری طبیعت پایه و اصلی ترین آنها می نماید که از خلق کوچکترین مخلوقات خدا عاجز بوده و هستیم. به مانند خورشید و ماه و آب و باد و معادن و غیره که اگر همین منابع طبیعی طغیان کنند نیز قادر به جلوگیری از آن و حوادث و صدمات ناشی از آن چون زلزله، سیل و خروش آتشفشانها، طوفان و سونامی و غیره نیستیم. سوره حج آیه 73: ای مردم، مثلی زده شده بدان گوش دهید. کسانی را که بجز خدا می‌خوانید اگر همه گرد آیند مگسی را نخواهند آفرید و اگر مگسی چیزی از آنها برباید باز ستاندنش را نتوانند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. تمام کرات و کهکشانها و آسمانها و زمین و همه موجودات مدبرانه و از روی خرد حکیمانه محاسبه و آفریده شده‌اند و اگر قرار باشد که انسان در طبیعت کوچکترین دستکاری به عمل آورد توازن آن بر هم خواهد ریخت. همان گونه که انسان و بعد درون و برون از فطرت ثابت خلقت خیش پیروی کرده و از یکدیگر تأثیر پذیرند، این امر سایر طبیعت را شامل می گردد و اگر انسان طبق سلیقه خیش در طبیعت دست ببرد، کما اینکه در چند مورد این دستکاری ناآگاهانه انجام شد و تمام آن منطقه دچار مشکل و نوسان گردید. برای مثال هنگامی که حیوانی کشته می شود، گروهی از گوشت آن می خورند و عده دیگری از آنها اجزای داخلی آن حیوان را و سپس پرندگان از بقایای آن مصرف کرده و دسته دیگر از جانوران استخوانها را می خورند به نحوی که اثری از آن لاشه باقی نمانده و طبیعت پاک می ماند.
و اگر یکی از این موجودات توسط انسان حذف شود، فساد آن منطقه را فرا می‌گیرد. اگر دقت کنیم هر منطقه جغرافیایی تنوع حیوانی و آب و هوایی خاص خود را دارا میباشد که شناسنامه ذاتی آن منطقه است، زیرا مقدار و استعداد کسب انرژی در هر نقطه با نقاط دیگر تفاوت دارد. همچنین برخی از حیوانات با اینکه در جهان شکل آن یکسان می باشد، اما حضور چنین حیوان یا گیاهی مخصوص منطقه‌ای است که به آن تعلق دارد. برای مثال اگر در یک مکان قورباغه را به آن بیفزاییم، ممکن است آن ناحیه از حجم وسیع‌تری از انرژی برای بقای ذاتی برخوردار باشد که حضور قورباغه در آن محیط مناسب نبود و بیداد کند و زاد و ولد در آنها بیش از تصور انجام پذیرد و آن مکان را دچار مشکل نماید. و یا اینکه موجود زنده‌ای را از آن محیط بزداییم، ممکن است در توازن آن ناحیه لطمه وارد شود، زیرا همان موجود زنده در هنگام تکثیر مستعد کسب انرژی بسیاری میشد که آن محیط را رونق داده و باعث رشد و نمو سایر موجودات نیز میشده است. پس تمام حیوانات و گیاه‌ها، حتی کوه‌ها، در هر ناحیه‌ای تأثیرگذار مکان خود میباشند. ممکن است منطقه‌ای باید کوهستانی بوده و در جای دیگر تپه و یا شنزار. حال اگر بدون رعایت در طبیعت جابجایی با سلیقه انسان انجام پذیرد، در حالی که آن مکان مستعد چنین تحولی نیست، موجب اختلال در آن ناحیه می شود. در نواحی‌ای که تپه آن را پوشانده در کسب انرژی با مقیاس شرایط محیطی خود، همه نیازمندی‌های آن محیط را با توازن پوشش می‌دهد که اگر کوه در آن مکان بود، در آن حجم و شکل مناسب جوابگو نبوده و دستخوش ویرانی و یا نوسان و حذف برخی از طبیعت ذاتی خود می‌شد. سوره مؤمنون آیه 71. و اگر حق از هوس‌های آنها پیروی می‌کرد، قطعاً آسمان‌ها و زمین و هر که در آنهاست تباه می‌شد. بلکه یادنامه‌شان را به آنان داده ایم، ولی آنها از یادنامه خود روی گردانند. سوره روم آیه 41. به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا بعضی از آنچه را که کردند به آنها بچشاند، باشد که بازگردند. همان گونه که گفتیم برای هر تولدی، خواه برای حیوانات و بذر و یا فرزند انسان باشد، این آغاز برای شکوفایی نیاز به نیروی چندین برابر از حالت روزمره دارد. برای مثال اگر همزمان چندین مادر در یک مکان زایمان انجام دهند، یک نیروی خارق‌العاده در آن مکان پدید می آید که شاید بتوان تمام برق یک ساختمان را در آن زمان و مکان تأمین نمود. خلقت نیاز به نیروی شگرف دارد و اگر این قدرت که در اطراف دانه هنگام جوانه زدن ایجاد می گردد در نقطه دیگر متمرکز شود که این نیرو را در آن مقیاس نیاز نداشته باشد، آن منطقه را دچار دگرگونی خواهد ساخت. پس خالق یکتا نور خود را به طور کاملا دقیق در تمام جهان به میزان معین برقرار کرده که همه چیز در نظم خود با مقدار سنجیده شده و صحیح در منطقه و نوع زمان گیرنده خود به طور یک دست مطابقت داشته و از آن بهره‌مند گردد. سوره اعراف آیه 143. و هنگامی که موسی به میعادگاه آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد پروردگارا خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم. گفت هرگز مرا نخواهی دید، ولی به کوه بنگر، اگر در جای خود ثابت ماند مرا خواهی دید. اما هنگامی که پروردگارش به کوه جلوه کرد، آن را متلاشی و همسان خاک قرار داد و موسی مدهوش به زمین افتاد. چون به هوش آمد عرض کرد خداوندا منزهی تو، من به سوی تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم. سوره قمر آیه 49. ماییم که هر چیزی را به اندازه آفریده ایم. سوره رعد آیه 41. آیا ندیده اید که ما می آییم و از اطراف این زمین می کاهیم و خداست که حکم می کند، برای حکم او بازدارنده نیست و او به سرعت حسابرسی می کند.